وضع جنایتکاری نشون می‌دهد که صادرشوی عمل و کردارهای غیرقانونی در شهر و ناحیه‌های ولایت سال از سال کاهش یافته. ولایت قانون تامین ترتیبات جمعیتی و امنیت شهروندان بیش از هر وقت تامین می‌گردد. در نتیجه فعالیت ثمربار کارمندان ریاست و شعبه‌های آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان 420 جنایت در دوام سال جاری به قید گرفته شده است که آشکارشوی آنها 90% را تشکیل می‌نماید. در حدود ولایت 68 حالت جنایت‌های اوباشی، تغییر مانع و استفاده زورآوری به مقابل نماینده حکومت به قید گرفته شد که از این شماره 41 حالت اوباشی، 9 حالت استفاده زورآوری به مقابل نماینده حکومت و 14 حالت تغییر نماینده حکومت صادر و به قید گرفته شده اند. قابل قید است که 90% جنایت‌های ذکر شده در حالت استعمال نوشک‌های اسپریتی و موادهای مخدر از طرف بعضی از ساکنان شهر ناحیه‌های ولایت صادر و به قید گرفته شده اند. از 68 حالت جنایت‌های اوباشی، تغییر مانع و استفاده زورآوری به مقابل نماینده حکومت به قید گرفته شده، 41 حالت جنایت در حدود شهر خورق صادر شده است. بعد دستگیر شدنشان و حالت سرخوشی گذشتن، چنین شهروندان از کردار کردهشان سخت پشیمان میشوند. آنها اندیشه نمی‌کنند که حیات برای انسان‌ها مقدس بوده. هر فرد جامعه می‌خواهد در امنیت و آسایشگی و تنجی و خاطرجمعی زندگی به سر برد، ولی آرامی جامعه و آسایشگی مردم را آنها خلأدار می‌سازند که صرف نظر از قانون‌های عمل کننده کرده و طلبات کارمندان مقامات حفظ حقوق اطاعت نمی‌کنند که عاقبت این عمل غیرقانونی آنها برایشان پیامد ناگوار می‌آورد. سنه 15 دکبر تقریباً ساعت 12 به 1 شب راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتی 0404 AE04 GT عادل فیروز قربانبیکوویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر خاروق در حالت مستی автомашین را اداره کرده با طلبات ناظران را عاید نقلیات را منع نمودن اطاعت نمی‌کند و نسبت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی مقابلیت نشان داده او را به مسافه تقریبا 500 متر کشاله کرده میبرد. در دیدبانگاه دویم عملکننده قسم حربی 3503 ادای خدمت می‌بردیم. هنگام خدمت بری تقریبا ساعت 23:10 автомашین تویوتا کارولا رقم قید دولتی 0404 AE04 از سمت شهر خاروق با فرودگاه شهر خاروق حرکت می‌کرد. هنگام تفتیش معلوم گردید که راننده حجت‌های رانندگی را پیشنهاد نکرده در حالت مستی قرار داشت. واسطه نقلیات را بر حرکت در آورده قسم بدن بالایی هم در واسطه نقلیات قرار داشت. واسطه نقلیات را تقریبا 400-500 متر اداره کرد. هنگام اداره کردن من کلیت автомашین را گرفته автомашین را خاموش کردم. واسطه نقلیات را به جریمه‌گاه ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دسترس کرده شدم. راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا با همراهان شهروندان وزیربکوف ایاز محمدعلیبیکوویچ ساکن ناحیه مرغاب و عادلوف خیالبک قربانبیکوویچ ساکن شهر خاروق بعد نوشیدن مشروبات طلبات رعایت قاعده‌های حرکت در راه را ویران نموده در حالت مستی نقلیات را اداره نمودند که چنین حالت و وضعیت میتوانست باعث سر زدن صدمه نقلیاتی و حادثه ناخوش گردد. من عادلوف فیروز سال تولدش 30 میلیون 1989 استقامتخانه شهر خاروق کوچه ایامبیک شستانو. من روز 15 دکبر تقریبا ساعت 7 جمله وزیربک ایاز با مگزین شارف گرفتیم زدیم بعد رفتیم طرف پرمیسیم طرف خانه اورینگ دو جوان زدیم نشستیم در سر ماشین آمدیم سه خورده ما را من کردن کارکنان من کردم دکومنتور پیشنهاد نکردم ماشین که زدم رفتم و کارکنی که هم دل آمد درون ماشین 400 متر رفتیم و ماشین کشت گرفتم و را آوردن در اینجا گفتنم
عرق نخوری و گروه جنایتی همراه نشوی و کارهای فوق‌العاده دست من کار کردگی خود پشیمانم. هنگامی از نظرگذرانی автомашини نامبرده از داخل آن یک عدد رقم قید دولتیش بیگانه V016604 RT و یک عدد چوب دست دریافت کرده شد. برای داخلانه و ایران نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه در حالت مستی و با رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره نمودن واسطه نقلیات اطاعت نکردن به طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نسبت راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا عادل فیروز قربانبیکوویچ پروتکل حقوق ایرانکنی ماموری ترتیب داده شده. اوید به مقابلیت نشان دادن به نماینده مقامات حفظ حقوق نسبت نامبرده در پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان تفتیشات پیشکی آغاز کرده شد. ما وزیربیکوف فیروز محمدربیکوویچ 28 مارت 1981 سوکی نویه مرغوب من عادل و فیروز و خیال عادل و دینا در کافه و ورنگ همونجور سه چور عراق خوردیم و برآمدیم ماشین دا سوار شدیم و همون ماشین دا سوار سن سلخوز تکنیک آمدیم کارمندان گایی مان کردند ما کردیم و جاتو را پرسیدم که ما چه مست بودیم و خیلی کردم که ما مستیم که فروی تای ماشین و ما همونجور گفتیم خیلی ما خیلی همی چنبرک در فیروز و دل چنبرک در الان بود اما گایشنی که اومد و جاتو را پرسید نه خوز کلیدوش را ای چی گرفتن ای ماشینش اما ماشین فیروز گاز داد که خیلی ماشین رفت و گایی در اومد که ما درون ماشین و خیلی پونتا رفتیم مان کردیم شما کماندوی بازرسی دولتی اتومبیلی دستگیر کردن؟ دستگیر کردن شما مست بودید؟ ما مست بودیم ما از کور خود پشیمانم از رخوری خود پشیمانم و با جوانان بدخشان خوش میکنم که دمی عراق براق دیگر نخورید و در گرد اطراف جنایتکاران جمع نشوید عاقبت این کار به من بس می‌دارد. من عادل خیالبیک قربانبیکوویچ استقامت کننده شهر خورا کوچه ایام عبدالرحمن ایومبیکوف در تاریخ 15 دکامبر در کافه اورنگ عرق خورده من فیروز ایوز چند قد اونجا شیشتی معلوم نیست بار آمدم در ماشین شیشتم دیگر در یادم هیچ نیست خبر شدم در ایبیسی ریاست کارهای داخلی من از جوانان شهر خورا خواهش میکنم که عرق نخورید عاقبت عرق خوری پس پنجره من از کار خودم پشیمانم. شهر خارق مرکز ماموری ولایت به حساب رفته همروزه مهمانان زیادی از گوشه و کنار جمهوری به اینجا می آیند و در برابر این رانندگان وسطای نقلیات باید از خود مدنیت بلندی رانندگی را نشان داده با رعایت نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه پیشگیری صدمه‌های نقش نقلیاتی و به خطر حیات آدمان را کفالت دهند. به توجه رانندگان وسطای نقلیات می رسانیم که در صورت رعایت نکردن طلبات قاعده‌های به خطر حرکت در راه و اطاعت نکردن به طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی طبق قانونگذاری نسبت آنها چاره‌های قطعی اندیشیده می شود.